آیا تا به حال احساس کردی که پول ازت فرار میکنه؟ یا با خودت بگی پول سواره شده و من پیاده؟ ما این جمله رو ممکنه خودمون گفته باشیم، دوستانمون، عزیزانمون، نزدیکامون این جمله رو از خیلیا شنیده باشیم و باید بهتون بگم که این جمله حقیقت داره و واقعیته. درسته پول خنثیه، اما مثل یه آهنربا عمل میکنه و به سمت کسایی جذب میشه که بهش احساس امنیت بدن. وقتی پول به دستت میرسه اصلا فکر نکن که تا کی این پول هست، کی تموم میشه. ذهن ما قدرت خیلی زیادی داره. حتی یک لحظه فکر عمیق به این که این پول بالاخره یه روزی تموم میشه و یا تمدید نمیشه و موندگار نیست، کافیه که واقعا این پول موندگار نباشه. ولی اگه ذهنت آروم و ساکت باشه، که تو ویدیوهای قبلی گفتم که ذهنتون رو ساکت نگه دارید تا کائنات بتونه در اون آرامش راه مناسب رو براتون پیدا بکنه تا به خواسته هاتون برسید. ولی اگه مدام به این فکر کنی که این پول کی تموم میشه، چطوری خرج کنم که 20 روز بیشتر به عنوان مثال این پول برام بمونه، یا چطوری مدیریتش بکنم چون این پول که همیشه نمیمونه، تا 10 روز دیگه نهایت میخواد بمونه، بعدش چی کار کنم، و هزاران هزار اگر و شاید دیگه. این یعنی ذهن شلوغه و راه مناسب هم برای خواستت پیدا نمیشه. اگر احساس ناامنی، اضطراب یا حتی بی‌ثباتی عاطفی داشته باشیم و هیجانی تصمیم بگیریم، حتی موقعی که پول هم به دستمون میاد، اون پول از ما فرار میکنه. افراد ثروتمند نه به خاطر هوششون، بلکه به خاطر آرامششون موفق هستن. اونا میتونن بدون واکنش‌های هیجانی تصمیمات بلند مدت بگیرن و ثروت رو حفظ کنن. بنابراین اگر میخوای پول بیشتری جذب بکنی، فقط دنبال سخت‌تر کار کردن نباش، بلکه احساسات خودت رو هم تنظیم و کنترل کن و تبدیل به کسی بشو که وقتی پول در کنارش هست احساس امنیت بکنه و اینطور میتونی هر روز پولدارتر بشی و مدیریت مالی قوی و بهتری نسبت به قبل داشته باشی.